دسته منتخب تاجیکستان شام 28 ینور سال 2024 در دوره یکش نهایی جام آسیا 2023 بر تیم امارات متحده عرب پیروز شده بار اول در تاریخ خود به دوره چهارک نهایی مسابقات راه یافت. اکنون تیم ملی تاجیکستان با غالب جفت عراق و اردن وارد رقابت خواهد شد. بازی بین تاجیکستان و امارات در دوره یکش نهایی جام آسیا 2023 شام 28 ینور در ورزشگاه احمد بن علی در شهر دفعه پایتخت قطر در حضور 33584 تماشابین برگزار شد. بازی با حساب 1-1 انجام یافت، ولی در سلسله ضربه های 11 متری تیم تاجیکستان با حساب 5-3 بر اماراتی ها دست بالا شد. به گفته مخلصان شام 28 ینور برای آنکه مردم بازی تیم ملی تاجیکستان را تماشا کرده توانند، با سفارش رهبران اول جمهوری لیمیت برق را برای یک شب از بین بردند. اشتراک تیم ملی تاجیکستان در جام آسیا امسال در واقع برای تیم ملی تاریخ ساز شد. تاجیکستان بار اول به مرحله نهایی این مسابقات را یافت، سپس در گروه خود توانست با کسب 4 امتیاز جای دوم را به دست آورده در دوره یکش نهایی راحت بگیرد که این هم بار اول در تاریخ تیم تاجیکستان اتفاق افتاد و اینکه فوتبال بازان تاجیک بار اول به دور چهارک نهایی جام آسیا برآمد، این هم یک دستاورد تاریخی است. مبارک باشد هموطنان عزیز.